اصبحنا و اصبح الملک لله. اصبحنا یعنی شب رو روز کردیم ما. اصبحنا یعنی شب رو صبح کردیم، شب رو روز کردیم. و اصبح الملک لله و شب رو روز کرد ملک، یعنی تمام دارایی شب رو روز کرد. یعنی سحر خستم مالم در جوش است، اندام بگم دستام در جوش است، خانم در جوش است و داراییم در جوش است. و اصبح الملک یعنی که شب رو روز کرد ملک. ملک یعنی دارایی، هر چی که وجود دارد، چیزهای داراییم همش شب رو روز کرد. لله، همه برای الله هست. فهمو؟ همه برای الله تبارک و تعالی است. ما شب رو روز کردیم برای الله و ملک ما شب رو روز کرد برای الله. لله، برای الله. والحمد لله، و حمد و ثنا الله را. اگه یعنی ما شب رو روز کردیم و ملک ما شب رو روز کرد، یگان خسارت و ضرر ندیدیم و زنده موندیم و ساق سلامت موندیم، الحمدلله، شکر الله و حمد و ثنا خاص الله را. لا اله الا الله، لا اله، نیست معبودی بر حق الا الله، مگر الله سبحانه و تعالی. نیست معبودی بر حق مگر الله تبارک و تعالی. وحده، الله به تنهایی است. الله تبارک و تعالی به تنهایی است، خودش که به تنهایی عبادت کرده میشه و به تنهایی تدبر دنیا میکند، در ملکش میکند. لا شریک له، شریک در بر الله تبارک و تعالی نیست. الله شریک ندارد در تدبر کردنش، در عبادتش، در اینها الله تبارک و تعالی شریک در برش ندارد. الله وحده است، یعنی به تنهایی است، تنها است. له الملک و له الحمد، از آن الله است ملک، یعنی تمام ملک، دارایی و تمام مال و ثروت و هر چیزی که در روی دنیا وجود دارد، له الملک، از آن الله است همین ملک. و له الحمد، و حمد هم از آن الله تبارک و تعالی است و از آن الله است حمد و ثنا و ستایش و تعریف و توصیف خاص الله تبارک و تعالی است. و هو علی کل شیء قدیر، و الله تبارک و تعالی بر همه چیز، و هو یعنی و یعنی الله علی کل شیء، بر همه چیز قدیر است، یعنی توانا است، قدرتمند است، زیر سلطنتش است و زیر تصرف الله است تمام چیز. و اون الله تبارک و تعالی بر همه چیز توانا و قادر و زیر تصرف الله تبارک و تعالی است. ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم، ربی یعنی ای بار الها، اسألک سوال میکنم من تو را، درخواست میکنم من از تو، خیر ما فی هذا اليوم، بهترین آن چیزی که در این روز است، بهترین چیزی که، خیر ما بهترین چیزی که، یا آن بهترین چیزهایی که فی هذا اليوم در همین روز است، و خیر ما بعده، و خیر و بهترین آن چیزی که بعد از امروز است، فردا و بعد از فردا. هر وقتی که از الله بهترین چیز من از تو سوال میکنم، مسئلت میکنم، درخواست میکنم، طلب میکنم. و اعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم، و اعوذ بک یعنی پناه طلب میکنم به تو ای الله، پناه طلب میکنم به تو، من شر ما فی هذا اليوم، از بدی که، از ناخوبی هایی که فی هذا اليوم در این روز است، این روز در هر بدی که است ای الله من به تو پناه طلب میکنم. و شر ما بعده، و هر آن بدی که بعد از این روز است، بعد از این روز، فردا و پس از فردا، هر وقتی که بدی که است ای الله تبارک و تعالی من به تو پناه طلب میکنم که بدی را از من دور بگردان و بدی را به من نزدیک نکن و من را به بدی نزدیک نکن. ربی اعوذ بک من الکسل، ربی ای بار الها، اعوذ بک پناه طلب میکنم به تو، من الکسل از تنبلی، از بیخوشی، از عمل نکردن. کسل به تنبل و بیخوش و کسی که عمل نمیکند، خشش نمیتد عمل بکند. ای الله از انامین به عملی و تنبلی پناه طلب میکنم به تو، یعنی که تنبلی را برای من نزدیک نکن. و سوء الکبری، ای الله تبارک و تعالی پناه طلب میکنم به تو از سوء کبر. سوء کبر یعنی پیرانسالی بده کی، یعنی پیرانسالی بد کدام است؟ یعنی که انسان وقتی مستفید میشود، راه گشتن نمیتوند، طعام خوردن نمیتوند، محتاج میشود که باید کسی اردمش کند، همین را سوء الکبر میگن.
پیرانسالی که بد است، پیرانسالی که انسان محتاج میگرداند. ای الله از همین طور پیرانسالی پناه طلب میکنم به تو، یعنی محتاجم نگردان، در پیرانسالیم محتاج کسی نگردان. من ربی اعوذ بک من عذاب فی النار، ربی یعنی ای بار اله، اعوذ بک پناه طلب میکنم به تو، من عذاب فی النار از عذابی که در آتش دوزخ است، از عذابی که در آتش دوزخ است، یعنی از عذاب آتش دوزخ ای بار اله من پناه طلب میکنم به تو. و عذاب فی القبر، ای بار اله من پناه طلب میکنم به تو از عذابی که در قبر است، آن عذابی که در قبر است ای الله من پناه طلب میکنم به تو از عذاب قبر. خب این است خلاصه ترجمه اش. بارک الله فیک.